قانون اول جاذبه در زندگی دنبال هر چیزی که باشید از شما فرار می‌کند. به خصوص وقتی که صحبت تعامل با یک مرد باشد. هشدار: اگر به دنبال به دست آوردن او به این شکل باشید، تنها چیزی که گیرتان میآید مورد استفاده قرار گرفتن است و بعد گم و گور خواهد شد. چرا یک مرد از چنین موقعیتی گریزان است؟ او فرار می‌کند چون زن با رفتارش نشان می‌دهد که برای خودش ارزش و جایگاه بالایی قائل نیست. این رابطه تازه شکل گرفته و پیوند بین آنها نسبتاً سست است، اما زن برگ برنده خودش را رو کرده است. این حقیقت که او می‌خواهد به یک مرد نسبتاً غریب لطف بیش از حد بکند، بلافاصله یکی از این دو چیز را به مرد یادآوری می‌کند: یا او تصور خواهد کرد که آن زن از اینکه نمی‌تواند ازدواج کند مستصل شده، یا اینکه زنی است که به راحتی با غریبه‌ها گرم میگیرد و قابل اعتماد نیست، و یا هر دو. یک دختر رویایی برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران خودکشی نمی کند. برای همین زنی که مردش واقعاً عاشق او باشد خودش را به زحمت نمی اندازد تا کلی غذا تدارک ببیند و شما او را در حال بیرون آوردن ظرف و ظروف گران قیمت نخواهید دید رو با پختن یک غذای ساده شروع می کند. پوفیل از زیر بشقابی‌های فانتزی استفاده نمی‌کند. یک کاسه پلاستیک کارش را راه می‌اندازد. او خیلی ساده از مهمانش می‌پرسد در پاکتش می‌خورد یا در کاسه 6 ماه بعد همین زن وقتی که نامزدش برای صرف غذا به خانه‌شان دعوت شده بشقاب گرم جلو مهمانش می‌گذارد و مرد پیش خودش چه فکری می‌کند؟ پسر، من خیلی خواستم، اهمیتی ندارد که غذای پاستا با سس راگا باشد که روی آن را با گوشت چرخ کرده گلوله کرده که از اغذیه فروشی کنار خیابان خریدید تزیین کرده اید. او میگوید این بهترین پاستایی است که تو عمرم خوردم. حالا مرد احساس میکند که پادشاه است، تنها با این تفاوت که ابتدا مجبور شده مقداری زمان و تلاش صرف شکلگیری رابطه کند. او همه چیز را یک شبه به دست نیاورده است و قدرش را بیشتر میداند.